تسلیس زاویه یکی از نوآوری های ارزنده هر مهندس و هندسه‌دانی است. تسلیس زاویه را تا به امروز طبق کتاب‌های پوسیده‌ای که ارائه کرده اند که یکی از اونها همین نظریه گالواس رو محال دانستند. در این کتاب نظریه گالوا اینقدر فرض میکنیم به نافت میبندند که از هر چه ریاضی زده شوی. و ما مسئله تسلیس زاویه با ستاره و پرگار. ستاره یعنی یعنی خطکش غیر مدرج. پرگار هم یعنی پرگار یعنی بتوانید فقط یه دایره بکشد. ما بر اثر 50-60 سال تجربه و تحقیق مداوم دریافتیم که تسلیس زاویه را فقط باید از راه خود زاویه تسلیس شونده انجام دهیم. یعنی چی؟ یعنی پی بردیم که الماس را با الماس میبرند و اگر ما مسئله تسلیس زاویه را الماس فرض کنیم باید با یک الماس برنده او را ببریم. برای همین منظور ما دایره رو وقتی رسم کردیم آمدیم این قسمت فوقانیشو به 3 تا 60 درجه قسمت کردیم. از اینجا تا اینجا یه 60، اینم 2 60 درجه، اینم 3 تا 60 درجه و قطرم رسم کردیم تا محور تقارن رسم شده باشد. در این قسمت پایین هم آمدیم قطری را بر قطر عمود کردیم و در این پایین برعکس عمل کردیم. یعنی یه 30 درجه جدا کردیم، یک 60 درجه و یک 60 درجه و یک 30 درجه. ما از به هم پیوستن این نقاط 60 درجه ها بر یکدیگر 3 زاویه 180 درجه، 120 درجه و 60 درجه را همزمان تسلیس میکنیم. در واقع با 5 خط راست 3 زاویه رو تسلیس میکنیم. این رو در این کتاب به این شیوه که روی جلد میبینید نوشته ایم و این رو چاپ کرده ایم. ما با این کتابی که نوشته ایم و با این 2 پرگار ثابت که این 3 زاویه رو همزمان تسلیس کرده ایم اسم این پرگارهای خود را که ثابتند گذاشته ایم ابله کش، یعنی کسانی که این کتاب‌های مزخرف را نوشتند. هر کسی در این زمینه ادعایی می‌کند و فکر می‌کند که در مورد تسلیس زاویه خیلی می‌داند با من مناظره کند تا من او را روسیاه جامعه معرفی کنم. منتظرم با من مناظره کنید. شک نکنید که روسیاهاتون خواهم کرد.